میکنی؟ به بچه‌ها، همونطور که میدونید توی کمپ شرایط بقا وجود داره. ما برای بقا اولین چیزی که نیاز داریم، یعنی انسان‌های نخستین برای بقا به آتیش نیاز داشتن و ما هم برای بقا به آتیش نیاز داریم که وقت به داستان نخوریم. ولی خب با بنزین و اون آبی مابیه و اینا همه میتونن آتیش درست کنن، کاری نداره که آتیش همه. ولی حالا درست کردیم دیگه. نه ببین اشتباه داری فکر میکنی عزیز من. بچه‌ها الان ما قراره نیوا جان، من حتی به نیوادم نگفتم. من اصلا نمیدونم واقعا داستان چیه. من به نیوادم نگفتم الان قراره با یه سری از ببین خب یه ممکنه وسط یه جایی باشیم باید با چیزای محدودی که داریم با اون آتیش رو درست کنیم. یه دونه اینا میخریم همه جا میبریم. نه دیگه یهو نمیشه اونا حمل کرد. چرا نمیشه؟ احمق مثلا نمیشه حمل کرد. خب بر واقعی باشه میام من همه جا اینا رو حمل میکنم. اومدیم و تموم شد وسط دشت ما چی غلطی باید بکنیم؟ گوه نخور. حالا بچه‌ها ما با یه سری از موارد محدودی که داریم بین من و نیواد مسابقه برگزار میشه. نیواد جان شما گوش بده، یه بار بیشتر توضیح نمیدم. بله من واقعا بچه‌ها اصلا نمیدونم نیواد چی میخواد. بله خواهش میکنم. ما یه سری امکانات داریم، یعنی یه سری وسایل داریم، با اون وسایل باید بده من. حالا چقدر بنزین چربه. میگم با بنزین نشه میکنن. الان تو حس شادی چیزی نداری؟ نه حس بالا آوردن دارم. حالم داره بد. اوکی تو یه چیز دیگه است. خیلی چربه بچه اصلا امتحانا. آره وسایل برات بگم پشمات بریزه. بگو. ما با وسایلی که میگم باید با 4 تا آتیش روشن بکنیم و بین من و تو رقابته. هر کی زودتر بتونه اون 4 تا آتیش رو روشن بکنه و هر آتیشش 1 دقیقه بعد روشن بمونه. الان ما بنزین ریختیم 1 دقیقه روشن نمون. چرا دیگه اینا الان روشنه؟ در این حال قبوله؟ 1 دقیقه روشن. آره آتیش 1 دقیقه بعد داشته باشه. حالا وسایلی که داریم چیه؟ 2 جعبه کبریت، یه باتری، یه فویل، 3 تا دونه زغال و به مقدار کافی چوب. مورد دیگه ای بود که یادم نبوده. مقدار کافی چقدره؟ مقدار کافی مثل آشپزی نمیدونیم هنوز چقدره، تقسیم میشه بینمون دیگه. آره دیدی یادت گفتم بزن بغل میخوام هیزم بگیرم. بله تو شهر بودی آفرین، به خاطر همین بود. و مورد بعدی که باید با آتیش درست کنیم دوغه. دوغ مگه اشتعالزاه؟ نه احمق یه خورده ذهنتو باز کن داداش. یکی میگه با دوغ آتیش روشن کنی، من چجوری ذهنمو باز کنم؟ موارد که بینمون تقسیم شد خواهی فهمید که چجوری باید چیکار بکنیم. با این موارد باید سعی کنیم 4 دل من گرفته امشب بدجورا. این فیلم بردار عزیزمون هم که داوره دیگه، طبق معمول معلوم نیست حالا این دفعه با کی ویرش بگیره به کی نمره بده. حاجی ناموسن درست را داوری کن. مرسی ممنونم. خفه شو دیگه بابا. ببند. بریم. آره والا بچه‌ها ما پولم میدیم میبازیم حقیقتا. بریم. والا من تازه فهمیدم چی به چیه. بریم موارد من تقسیم بکنم و ببین این مرز منه، اینم مرز منه. آره این ور مال تو، این ور مال من، اون ور مال تو. آره اوکی. بریم مواردو بیارم. من چرا این وری رفتم؟ خب بچه‌ها عوامل تقسیم این بچه‌ها چیزا این آره دوربینه منم که دارم. من هر کدوم داریم بعد جدا آره چیز بکنیم. آره عوامل تقسیم شد. یه دونه مورد خیلی عجیب و یادم رفت بهتون بگم. چخماق داریم. چخماق. آره سنگ چخماق داریم و با یه روش یکی از روشایی که باید ازش استفاده بکنی حتما سنگ چخماقه. بله. پس یعنی یه آتیشو باید فقط ببین من دقیق توضیح میدم بچه‌ها نه دبه نکنه. یه آتیشو باید با سنگ چخماق فقط روشن بکنی. خیلی ذوقش داره. یه آتیش با سنگ چخماق، یه آتیش با باتری و فویل، یه آتیش با فقط کبریت. فقط کبریت. فقط کبریت. یعنی با کبریت یعنی نه بنزین میتونی استفاده و هیچی. بله. الان این دوغو من نفهمیدم چی آخر سر. بچه عوامل اینجا تقسیم شد. تبرم داریم ما. یعنی همین چیزی که من اینجا بیام قشنگ دوربین منو بگیره. همینایی که اینا داریم. خب اونورم نیواد داره. اوکی شرایط یکم سخته چون همونطور که میبینید باد داره میاد و ممکنه به سختی و چالش و این حرفا داشته باشیم. عرض اینا این کندهایی که داریم دوغ
با دوغ چجوری میشه آتیش روشن کرد؟ ببین یه موقع از ما تو کویریم و ممکنه که what the fuck اینجوریم که چه غلطی باید بکنیم. نه کبریت داریم نه فندک داریم، هیچی نداریم. یهو میبینیم یه دوغ افتاده تو کویر، همینجوری یهو اینو برمیداریم میبریمش یا میشکونیمش، از تهش به عنوان باید بتونیم ذره‌بین استفاده با پشما. الان فهمیدم چی میگه. همه چی فکر شده است عزیزم. اینجوری باشه با نوشابه هم میشه آتش روشن کرد. نوشابه ضرر با دلستر هم میشه روشن کرد. ضرر داره. دوغ خیلی با لیموناد هم میشه روشن کرد. ما چون تو طبیعتیم باید با عوامل طبیعی. دوغ طبیعیه دیگه. دوغ طبیعی. آره. خیلی هم عالی. آره. بله. از 4 تا آتیشو بچه‌ها نشون دادم، داور دیدی. What the fuck is this؟ این چیه؟ یه چیزی رفته تو دست. چیزی نیست بچه‌ها، این خوابیدن. ملخه بابا. نه بابا. ببین میخوام بشم سلطان آتیش روشن کردن. یا علی منطقه با تبر میزنم پاتو نصف میکنم ها. هر کدوممونم جداگانه فیلم میگیریم ببینیم با چه روشی اقدام میکنیم و ترتیب روش اصلا مهم نیست. سرعتشون هم مهم نیست. سرعتش که هر کی چیز بشه امتیازش بیشتره دیگه. مثلا من 3 تا آتیش درست کردم، تو 2 تا آتیش من بردم. گرفتم آقا. بعد یه سوال جان داور، الان مثلا یه آتیشو یه دقیقه قبل از صحبت بچه‌ها ویو رو اصلا بله جانم خواهش میکنم. الان مثلا یه آتیشو جفتتون روشن کردید، خب جفتتون هم یه دقیقه تو امتیازشو جفتتون میگیرید. آره مهمم نیست کی زودتر پس انجامش بده. اونجا درست. آره تقریبا میشه آره درست. نکن اول ویدیو رو میگیریم بعد خودکشی. خب هر کی زودتر 4 تا رو روشن کرد برنده است. جلوشو بگیر دیگه نمیشه. بذار بمیره، بذار راحت بچه‌ها. من و شما صداش چه اکویی شو بچه‌ها دیگه مرد. نیوادو از دست دادیم دوستان. میکروفونش نیست الان درسته؟ پشمام فقط منم. ایول با هم ادامه میدیم دوستان. حیف یه میکروفون فقط. هر کی 4 تا رو زودتر درست کنه. ای بابا این لجنو یکی ببره. بابا برو سرزمین خودت دیگه. هر کی زودتر 4 تا رو درست بکنه برده. بریم شروع بکنیم. همین چجوری کار میکنه؟ استراتژی داره این ویدیو چیه؟ استراتژی اینه که نیما که آتیشش روشن میشه دارم آتیشش خراب کنم. این کارم نمیتونی بکنی. آره آخر پوفیوز بازی. اما نیما استراتژی تو چیه؟ استراتژی من اینه که اول اصلا نمیخوام به نیواد بگم چون میشنوه الان نیواد پوفیوز چیزش چیز کرد. من نمیشنوم. آره خب بچه‌ها از اونجایی که ما پس من با دوغ شروع میکنم. با شیشه و اینا زنبین و اینا چون خود نمو دارن. خب ببینید در ابتدا بچه‌ها من روی آشغال ریختن روی زمین جدا خیلی حساسم. هر جا میریم تمام متاسفانه میبینم آشغال ریخته شده، همه رو جمع میکنم اون تیکه رو. اگر دیدین آشغالی زباله چیزی من دارم میریزم مطمئن باشید کل اینجا رو تمیز، یعنی آشغالایی که مال خودمونم نیستم تمیز میکنم من. حالا ای بابا تاج زندگی. خب از اونجایی که دوغ حیف و میل میشه با اینکه کثیف شده ولی خب چه گازی داره. واقعا فکر نمی‌کردم بخش سخت آتیش درست کردن دوغ خوردنش باشه. خب آقا ما تازه کادر دوربینمون رو چیندیم. بچه‌ها من میخوام دقیقاً بس نشون بدم. تبرمو بردارم. دوغ خوردم الان باید اینجاشو بشکونم ولی خب به خاطر این خورده شیشه نریزه بعد برم یه پلاستیک بیارم این کاراشو بکنم تا شیشه خورده نریزه بعد دیگه استفاده. محمد میخوام طی حرکت خیلی لاتی در اینو برق کنم. پشمام حال کردی؟ چقدر ترشه سوزون دهنمو. بچه از اونجایی که به من هم آب بده. یه خفه شو. چه اسکی چقدر میری؟ اسکی چی؟ ما تمیز چه ربطی داره؟ چرا دقیقا نخور.
آقا نیما این کاره نی. خودم الان براتون میبرم. چیزی نیست اصلا قطع شد فقط دوستان. این بریدنش کار نره که اینجوری یه دونه بزنی اینجا این قشنگ بریده میشه بچه‌ها. اینها بچه‌ها میبینید من ذره بینو ساختم برای اینکه نور بتونه راحت رد بشه از این دستم بریدم. چی باحال خودم نفهمیدم. اب نره باید تمیز باشه. خب ما اینو میشوریم. خب بچه‌ها من اول از همه میخوام برم سراغ همین بریدن این دوغ آبلی که نیما واسه ما رفته گرفته. میگه اینجا ذره بین میشه. والا ما چشم آب نمیخوره. یه سنگ اینجا بذارم. اینو که نمیشه برید، فقط باید بشکونمش فکر کنم. الان اینو ما باید خوش کنیم و اینو بذاریم اینجا. اینو من چجوری خوش میکنم؟ اینجوری. آره بعد مواظب بود. چرا حرفه‌ای بریدم؟ نیباد کل اون خورده شیشه ها رو میکنم تو حلقه تا قبل اینکه تو بکنی من میکنم تو اگه جمع نکنی همه رو جمع میکنم. بچه‌ها خورده شیشه هامون رو جمع میکنیم میذاریم یه گوشه که بعد ویدیو بندازیم دور. ذره بین بخواد کار بکنه نیاز داریم به علف هرز و این خب این تره. ببین باید خوش باشه. اینا برای طبیعت اصلا مضرن. آها خب چیکار باید بکنیم خدایا؟ چون این اصلا هیچ نوری از خودش رد نمیکنه. بچه اینجوری که میگیرم رو به خورشید پشتش به ماست اون وره اینجوری میفته کف دستم. نمیدونم معلوم میشه یا نه ولی اینکه بسوزونه دستمو نه. فکر کنم باید بیارم نزدیک. آها محمد بیا نایلون نگاه کن. بچه نایلون نگاه کنید. میبینی؟ زاویه‌شو پیدا کن. آره بعد باد داره میاد سگی. اصلا مگه میشه اینجا؟ خار رفت پشتم. من سعی کردم اینو متمرکزش کنم رو دستم. میبینی یه تیکه سفید افتاده ولی خب ببینم الان گرماشو کف دست تست می‌کنی؟ نه هیچی. نه اینجا بازوام گرمتره تا اونجا. این الان فیت خورشیده دیگه. آقا باد میاد. خب یعنی چی؟ الان گرم نشد. نه بالا ما خودمونو بچه‌ها مچل ذهن مریض نیما کردیم. بچه‌ها از اونجایی که یکم چیه اینجا؟ سلام نوکردم سبت بخیر. از اونجایی که نشد خب نرسم. میریم خب به جای که برید دوغ آولی بخری خفه شو ذره بین میخریدی. به جای که بریم مثلا همین بمونیم تایممون از دست بدیم میمونیم مراحل بعد تمرکز میکنیم. بابا این سرکاریه نمیشه. آقا من این مرحله رو بچه‌ها بی خیال میشم میرم سراغ یه چیز دیگه. نمیخوام نمره اینو نمیخوایم. الکی همین مدد دادیم نخوردیم. فقط اسکی. چی میگی؟ چرا با خودت درگیری نیما؟ کی با تو هستن؟ یعنی در مرحله بعدی چیه به من بگو. به نظرم یه دونه اینا بزنم تو سر نیما تمام میشه. رقابت تموم میشه. واقعا میبرم. الان میخوام با خار و این چیز آتیش روشن کنم. یعنی چی کدوم آیتمت؟ آیتم این که گفتش الان با فقط با کبریت روشن کنم دیگه. درسته؟ پشمام منم می‌خواستم کبریت و چخماقو الان میخوام انتخاب کنم. من متاسفانه صدای نرخه رو دارم میشنوم. یه دقیقه سانسور کن. ببین اینجا طبیعت یه کاری نکن روی حیوانی بیاد بالا. طبیعت طویله که نیست هر میکنی. دیدین آکری یه کاری نکن خوی حیوانی بزنه بالا بخوام جفتگیری کنم ها. بیا بچه‌ها زیر مف میزنه. خب آقا محمد کمک از قیافم تابلو دارم به فاک میرم. این فقط پوستشو جدا کرد. چرا نت نمیشه؟ تبره هم بچه بهمون گویا انداختن. میخوام با سنگ چخماق بیام چیز بکنم. سنگ چخماقمون اینه دوستان. چرخ اینا بچه ها میبینید تا حالا من باش کار نکردم. تستش کردم جرقه میزنه ولی تا حالا باش کار نکردم. خیلی خوب ما اینجا اینا رو آماده داریم. خب ما خود اینا رو پرپر میکنیم. قطع شد انگوشش؟ نه کوبیده شد تو زمین. اب نداره. خب چه کرمیه نمیخواد اصلا اینا بسفر با علف روشن میکنم.
خیلی بچه ذوق دارم. الان با زنگ چخماق دارم روشن میکنم. حواست باشه که آتیشت باید یه دقیقه بگیر. خب پس یه کاری کن یه دقیقه روشن بمونه. آفرین. این الان 5 ثانیه خاموش میشه. مرسی. ما اینا رو پرپر کردیم. زغال از اونجایی که زودتر داستان میشه آتیش میخوره، من مجبورم اول اینا رو که زود آتیش میگیره و زود خاموش میشه رو بذارم، بعد اینا رو آتیش بزنم و بعد اینو. بعدش با تبر اینجا ما داستانا رو شروع میکنیم. بسم الله. بچه طالع تبر استفاده ما یه ذره اینجا خاک ماک میریزیم، اینا جمع میکنیم. آها چخماخ. حاجی پشمام جدی دارم. آها ببین من اینو لازم دارم، من اینو الان لازم دارم. میذاریم اینجا. این من احساس کنم با چخماخ میگیره الان. چون میبینید چه بال جرقه میزنه؟ دودم میده. این روشن شد. پشمام روشن شد بچه‌ها. یه دقیقه بر روشن بمونه دیگه. بیا عشق کنید. آقا آتیش اول من روشن کردم. محمد یک دقیقه‌شو میگیری دیگه. خیلی خوب بچه ها حتما دور آتیشتونم سنگ بچینید که خیلی گسترده نشه. من الان یادم رفت ولی چون یه دقیقه است بعدش حواسم از خاموشش کنم. 5 ثانیه‌اش مونده. روشن مونده دیگه بابا. یه دقیقه‌شو گرفت. من برنده شدم بچه ها. آتیش اولم روشن شد. حالا خاموشش میکنیم. حالا خاموش نمیشه. اون موقع داشت خاموش میشد. چرا روشن نمیشه؟ دورتر بزن یکم. از دورتر باید بزنم. یا ابوالفضل خدایا من به این گاف نبودم. بچه ها من با چخماقم تونستم روشن کنم. الان میخوام برم سراغ گزینه کبریتم. دوباره یکم از این علفو جمع میکنیم. این سری میخوام یکم از این خورده چوبا هم استفاده کنم. ما عقب آی حالم نکن. بچه خیلی سخته. این شانسی روشن کرد به قرآن. حاجی داشت جرقه‌شو به من نشون میداد آتیشش روشن. آره یو آتیش خیلی عشقی روشن شد. ای بابا حاجی چرا اینطوره؟ یا خدا. بابا علفم. اوکی برو بریم. بابا حالا به قرآن اگه تو خونه امتحان میکردم اون با اولین جرقه خونه آتیش میگیره. بچه ها دوباره از علف استفاده میکنیم. این علفه بابا خیلی بچه ها دارین نبینید من پاره میشم. خب به نظرم کافیه. بچه فندکمو برمیدارم. بیا اینجا محمد بابا اون این کاره نی. بیا اینجا محمد اون این کاره نی. دل من گرفتم شب جورا. بابا نمیگیره دیگه. من دارم رسما آتیش تولید میکنم دیگه. خب آقا جان ما یکم خورده چوب و اینا جمع کردیم. به نظرم اینا که با کبریت روشن میشه. چه باد سردی میاد. آره داریم میخوریم بچه باید سریع آتیش روشن کنیم. بابا این ریدم تو این کبریتاتون. روشن شد. مانشو گرفتم. بچه خورده ریز بریزید رو آتیشتون. اینجوری دورشو نگه دارید باد خاموشش نکنه. سریع بهش خورده ریز بدید. سعی کنید خورده ریزایی که رو زمین مونده رو بدید چون اینا میگیره. داره خاموش میشه. نه داره هنوز داره آقا جان هنوز داره. خفه شو. به داور بی احترامی 40 دقیقه آتیش آقا بیا روشن. چقدر یه دقیقه شد تمام. یه دقیقه شو خدا به دمت گرم. محمد یه دقیقه بیا ناموسی دقیقه بیا اینجا رو. یه دقیقه تو یه احمقی. خفه شو. بیا بچه‌ها اینجا رو. نیما یه احمقه. یه دقیقه اینجا رو نگاه کنید بچه‌ها. نمیشه. ناکو دارم با این قدرت آتیش درست میکنم نمیشه.
بچه‌ها من این آتیشم هم روشن شد. الان میخوام برم سراغ گزینه فویل. آقا اینو من خاموش میکنم. بیاید. خاموشش کردم، کلا همه جاشم پخش و پلا کردم. الان دوباره میخوام برم رو گزینه فویل کار کنم. برای روشن کردن فویل بچه‌ها ما نیاز به خورده چوب داریم. با تبر نمیشه این کارو کرد. تو دستم تیغ رفت. باید نه اینا با این کنده چوبا بردارید بچه‌ها. همینجوری ریز ریز بتراشیدش. یا چخماق من خرابه. درختی که میزنه نمیتونه خراب بشه. خب من خرابم. من نمیگیره دیگه. بچه‌ها با سنگ سعی کنید یه استندی رو درست کنید. خب چه گوه تو خونه نمیگه استند مده تو کمپ میگه که این خورده هاتون روی این جمع بشه بچه‌ها. موبایل میگه بیلی رنگ بعد شروع کنید اینا رو تراشیدن بریزید اون رو. هیچ کدومش نمیریزه این رو. آقا پلن استندمون جواب نداد. به جای استند سعی میکنیم یه اجاق گاز درست کنیم. اینا رو اینجوری اینجا گرد میکنم. حاجی شستم درد گرفت دیگه. چه غلطی کنم بچه نمیگیره. یه ذره خورده چوب جمع شد بچه‌ها. دوباره این چیز ریزا با تبرتون رو زمین جمع کنید. این آتیش گرفت اینا نگرفت. آقا ما اینجا یه باتری داریم. نیما این باتری آب گرم کنمون آوردی اینجا؟ چرا؟ الان من واقعا از دست نیما چیکار کنم؟ باتری آب گرم کن و وا کرده آورده. لا اله الا الله. باتری زافاس آب گرم کنه. خب اون قبلیه که شارژ نداشت. اینو ما خریده بودیم بندازیم آبمون گرم شه. حالا فعلا ما آتیش داشتن که از سرما نمیریم آب گرم کن پیشه که. لا اله الا الله. آخه با این فویل مگه آتیشو چم میکنن؟ باید بری پشم فولاد بخری. پشم خرم دستت نمیدن. بچه‌ها فویل رو اینجوری ریزش میکنیم. یه ورق اینجوری فویلو بردارید. یه سر باتری اینجا، باقیشو ببرید. یه سر باتری نصف شد که محمد یا حضرت عباس. یک دقیقه شروع شد دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. 10 ثانیه سالا. آقا باد داره میاد. آقا یه دقیقه. آقا باد یه دقیقه نیا. چند دقیقه است؟ چند ثانیه؟ زمانش یادم رفت راستش بخوای. داور اسکل ما رو. آقا یه دقیقه شو. خب برو بعدی دیگه بابا. بعدی چی بود؟ کبریت. بچه‌ها فویلو میذاریم رو دو سر باتری. اینه که میذارم این داغ میشه ولی روشن نمیشه. فکر کنم باید اینا رو بذارم روش. اینو قشنگ خاموش کن بعد آب بریزم روش. فعلا همینجا باش. خب محمد بیا اینجا. محمد نرو. برو. آقا ما فویلو گذاشتیم رو دو سر باتری. اینجا شروع شده داغ شدن. حالا دیگه این چوبا رو گذاشتیم ببینیم کی روشن میشه. این باتریه که فویل رو به قطب مثبت و منفی زده، منتظره که داغ شه. الان داغ شه انگشتت آتیش نمیگیره؟ نمیدونم اصلا میترسم باتری منفجر شه. محمد شروع شد. وای باد. اوه چه آتیشی درسته. خب فعلا همینجوری آتیش بشه. خدایا شکر. مردم. آتیش بعدیو میام اینجا شروع. بدو. چی بود؟ فویل. مهندس. بله. در چه حالی؟ با حال خوبی نیستم. این باتری منفجر نشه تو سر صورتمون. بچه اینجاش خیلی ظریف کاری داره. پلن تو برامون توضیح بده. نه نمیخوام یاد میشنوه. خب حالا
این اگه قرار باشه روشن شه بچه الان میشه، اگه نه نمیشه. حاجی اگه بشه جدی من تا حالا همچین چیزی امتحان نکردم. حاجی میشه. واه جدی؟ آره تو ویدیوی چیزی دیدی؟ من ندیدم. من دیدم کتاب میخونه. این باید به من یاد میداد. داره دود میاد. میبینی؟ محمد میبینی؟ آره پشمام. شد. ای وای چی شد؟ پاره شد. اب نداره. بودو نیما شانس بردن داری. نیمای احمق بچه شعورش به این چیزا نمیرسه. باور کنید بچه یه سال ما اینجوری با این وضع بشینیم اینو روی نگه داریم هیچ اتفاقی نمیافته. بچه من مجبورم که از یه ترفند اینجوری استفاده کنم که فاک. همونی با در چه حالی؟ همینطور دارم پشت سرم هی ضایع میشم. حتی یه ذره داغش هم نمیکنه این شوهر. باتری چیز شد تموم شد. نه داداش باتری نوع قشنگ هم کار میکنه، اینو روشن نمیکنه. خب بچه ها من اینو درست کردم، فقط چون باد داره زیاد میاد من یقینا توشون بدم. الان چون باد داره زیاد میاد وای میستم تا باد بره. پشمام روشن کرد. احمق بیا اینجا، روشن کردم. یا آقا چه آتیشی. باختم؟ نه میدونی چرا زمانشو نمیشمورم؟ ها چون تقلب چون سر کار بودی. بابا این روش خب جواب وایسا. نمیده. وایسا به باتری رو تو آتیشم بندازم روشن نمیشه. بیا تسلیم شو، من زودتر آتیشم روشن کردم، من بردم. چقدر وقت داره؟ وقتی نی تلاش کنی. چرا دیگه؟ باز دوباره دبه کردنش شروع کرد. همون دیدی؟ اول گفتی وقت نداره، هر کی زودتر تموم خب الان یعنی ما تا یه سال دیگه همینجا بشینیم؟ بله هر کی تسلیم بشه. بیا یه دفعه به حرف من گوش کن، لولش کن. نه آقا ببین بذار بهت دلیلشو بگم. وقتی لولش کنی الان پهنه، خب حرارتش پخشه. اگه لولش کنی آقا دست منو داره میسوزونه، باور کن الان انگشتم داره تاول میزنه، ولی اینو اونجوری داغیش بیشتر میشه. نمیگم الان داغ نیست. نه ببین من اینو اینجوری میکنم. نیوادی به حرف من گوش نمیده، تو میشه گوش بدی؟ بیا عشقم ببینم چی میگی. پهنه، یعنی اینجوری لوله کنی؟ پخش میشه. آره لولش کن ولی تا جایی که میتونی نازک، خب مثل سیم بشه. ما که تسلیم شدیم، بذار به حرف محمد گوش بدیم. نیما واقعا اگر راهکارم جواب بده ببره، برای نیما یه علم اینقدر خوبه؟ سیاه کرد. آره بچه‌ها هیچ اتفاقی نمیفته، فقط باتری آب گرم کنمون هم خراب کردیم، الان هیچ غلط دیگه نمیتونیم بکنیم. بچه‌ها با باتری میشه آتیش روشن کرد، ولی نه این باتری کتابی‌ها ها، اونا چسبیده به هم، یه تیکه چوسه فویل کوچیکو میذاری روش سری داغ میشه. این زور این باتری نمیرسه این جریان اینجوری بچرخه توی این که اینو داغ کنه. نه آقا جان این روش جواب نمیده. نیما خبری هست؟ خیلی داره داغ میشه. نگهداری فکر کنم ببری. من تسلیم نمیشم بچه‌ها، من تسلیم نمیشم. دستم داره قشنگ صدا جلز ولز دست گوشت دستم دارم میشنوم، ولی نیما چرا کبابه؟ میگم کباب چوبه. کباب بچه نیما مغزش دیگه ریده اینقدر با این ور رفته. کباب قربونت برم که الان باید بری نون خالی بخوری تو کم. خبر یک کباب نی عزیزم. بابا این جواب نمیده، ما تسلیمی. میشه من امتحان کنم؟ نه جواب نمیده دیگه. دیوانه محمد جان بیا پیش من، اونو ولش کن. همینجوری برای اعتراض اینو میزنم.
شام درست گشنه میمونیم هیزم میکنیم. بچا جواب نمیده. من 2 تا آتیش اول رو زودتر روشن کردم، پس برنده منم. من هنوز تسلیم نشدم. من یه رب دیگه اینو نگه میدارم. میخوای برات آتیش روشن کنم؟ نه نکنی ها. باش. داور این بگو بری بیرون. آقا من اینجا کار ندارم، اینجا آروم میشینم. نه تو آروم نمیشینی. آقا قول میدم. نه قول آقا مردونه. بشینی باختی. قول مردونه میدم آقا، قبول نی؟ مزاحمت ایجاد کنی. باش بس من میرم. دیدی؟ آره صدات برمیگرده. حاجی باد نیاد اینو خنک نکنه باور کن میشه. آها محمد دودشو دیدی؟ اون خاک بود داداش من. داور به نظرم خودت یه وقتی رو تعیین کن، مسابقه رو تموم کن. نه دیگه داره تلاششو میکنه، بذار تلاش کنه. داور احمق. نیازتو کم میکنم ها. متکا میخوای نیما؟ چی میخوام؟ متکا بیارم؟ نه دارم دورشو تقریبا سعی میکنم گرم نگه دارم. آره تو رو خدا رو چون جو آقا باده نیاد باور کن یه امیدی ها، باور کن یه امیدی ها بچه. یه ایده دیگه اجرا میکنم. باتریه چقدر داغه پسر. حاجی این خیلی محمد یقه دست بزن اینو. اوه 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 این کتری داغه. آره ببین اینو یه خورده اینجوری میکنم. داره شد ناموسن شد. دود داد بچه من دیدم. شعله‌شو ببینیم نیواد باخته. شعله‌ش هم ندیدیم دیگه آقا. من دود داد دیگه. نه دیگه داشت قراره آتیش روشن کنیم، دود قراره را بندازیم. من 1 ثانیه ازت آتیش ببینم بردی، چون نیواد هیچی نتیجه نداد کارش. وای دستم داره آتیش میگیره. پاره شد. ای سگ آره چقدر ذوق دارم با آتیش روشن کردن. ببین اینو به این صورت میکنیم. خب هنوز نه. خب بچه من دستم پخ ولی نشد دیگه. محمد تو 2 بار دود دیدی؟ دود دیدم آره، حتی علفام سیاه شدن ولی شعله نداشت. من 2 تا درست کردم، نیوا چند تا درست کرد؟ نیوادم 2 تا درست کرد دیگه. جفتتون دوغ و باتری رو نتونست. آقا ولی من 2 بار دود درست کردم دیگه، ولی مساوی شدیم. باش بچه ها خب ببین ما متوجه شدیم که برای آتش درست کردن کدوم روش ها کاربرد بیشتری داره. ولی باتری همچنان بچه یه جوری داغه. الان سرمایه منو کنترل میکنه. دست آدمو میسوزونه، دست آدمو گرم کنه، ولی این باتری مناسب به اون نیست. ولی من 2 بار دود در آوردم. دود نبود، خاک بود بلند شد تا فکر دود. داور میگه دود بود. علف سوخت فهمیدی؟ ولی میگم برای این جواب نمیده بچه‌ها. من 2 تا درست کردم، همین 2 تا درست کرده. ولی من 2 تامو سریعتر و حرفه‌ای‌تر درست کردم، پس در نتیجه من بردم. حرفه‌ای‌تر که داور نیواد برنده این مسابقه شد، آتیشا رو سریعتر درست کرد. اون چیه؟ اوه خدا عجب سگ خریه. بیون برو. اونا داره میاد. ای بل داره میاد. آخه حاجی به غیر از حیات ما، یعنی ما اینجاییم یا فهمیدیم یکی دیگه هم ها. اگه نیاد ما رو بخوره البته. خوشگله. چرا اینجوری راه میری داداش؟ دنبال غذاست. متاسفانه ما خودمونم غذا نداریم. شاید ما غذاشیم. آها خب به نظرم خدافظ. ای خدا جانم. غذا میخوای؟ بچه‌ها نون و چیپس میخوری؟ امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. ویدیو رو با سعی کوچولومون تموم بکنیم. چشم داره میسوزه. قربونت برم با هم ویدیو رو تموم بکنیم. بیا با هم
ویدیو رو تموم میکنیم. قربونتون برم بچه‌ها من برنده این مسابقه امیدوارم از شدم. این ویدیو لذت برده باشید. آتیشتون رو با چخماق و کبریت روشن فهمیدیم کنید. که چجوری آتیش باید روشن کنیم. قربونت دونه برم. دونه داریم روش کامپ کردن رو یاد میگیریم. غذا بخوریم. قربونتون برم تا ویدیو بعدی همینجوری شاد خداحافظ. خفن ببینید.